فرهاد ناشر با نام هنری فرهاد دریا در 31 سنبله 1341 در شهر کابل افغانستان به دنیا آمد. او موسیقیدان، خواننده، بازیگر و فعال حقوق بشر است. او از دهه 1980 تا کنون به عنوان یکی از تاثیرگذارترین هنرمندان افغانستان شناخته می شود. در این ویدیو به زندگی نامه فرهاد دریا می پردازیم. پس تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. لایک و سابسکرایب یادتان نرود. فرهاد دریا در خانواده ای از ولایت کندوز به دنیا آمد. تحصیلات متوسطه را در لیسه شیرخان در کندوز و سپس در لیسه حبیبیه کابل به پایان رساند. او در دانشگاه پلی‌تکنیک کابل و سپس در دانشگاه کابل در رشته ادبیات فارسی تحصیل کرد. در سال 1993 با سلطانه امام ازدواج کرد و در سال 1995 به ایالات متحده مهاجرت نمودند. آنها دارای 2 فرزند هستند و در حال حاضر در ایالت ویرجینیا سکونت دارند. فرهاد دریا فعالیت هنری خود را با تشکیل گروه باران در دهه 1980 آغاز کرد. این گروه با ترانه‌های نوآورانه‌ای مانند آیمن، روز بازار و دختر سردار به شهرت رسیدند. پس از انحلال گروه، او به صورت انفرادی به فعالیت خود ادامه داد. با آلبوم‌های متعددی منتشر کرد که با موضوعاتی مانند جنگ، آوارگی، وحدت ملی می‌پرداخت. غیر از تو من به دنیا. آلبوم سلام افغانستان در سال 2003 پس از سالها جنگ بازگشت او به صحنه موسیقی افغانستان را نشان داد. فرهاد دریا از سال 2003 به عنوان سفیر حسن نیت صلح سازمان ملل در افغانستان فعالیت می‌کند. او پروژه‌های متعددی را برای حمایت از کودکان خیابانی و ترویج صلح در افغانستان راه اندازی کرده است. در 14 سپتامبر 2010 پس از کنسرتی در هرات انفجار انتحاری در نزدیکی محل برگزاری رخ داد که منجر به زخمی شدن 13 نفر شد، اما به فرهاد دریا آسیبی نرسید. او این حادثه را محکوم کرد و تأکید نمود که چنین رویدادهایی نمیتواند مانع تلاش‌های او و حقوق بشر در افغانستان شوند. فرهاد دریا علاوه بر زبان فارسی به زبان‌های پشتو، ازبکی، انگلیسی و اردو نیز ترانه می‌خواند و در کنسرت‌های خود در افغانستان، تاجیکستان، ایالات متحده و آلمان به اجرا رفته است. نظر شما دوستان درباره این هنرمند محبوب چیه؟ لطفاً نظرات خود را با ما در اشتراک بگذارید. با تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودید. جهت حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر شوید. تا دیدار دوباره، خدا یار نگهدارتان.